عزیزای سلام، خدا کنه که خوب باشین و خوش باشین. خوش آمدین در امروزه ویدیو از ما دوستا. دیگه ما کار فرانیم کاره نیشت بخیر. این کار را خلاص کردم، داخل کلیگیش خلاص شده. اینا یک شارت میکرم شما را نشون میدیم. نوبت رسته در بیرون دیگه. بیرون را امروز شستشو بیدیم، بیلم یک چند روز خوش کنه، بازم قفای زور رنگ کنیم دیگه. کار میشه فاینر بخیره، باز کلی تولیم دیگه. تا آخر ویدیو بیننده باشین. از اولش ما یک شارت رو میگیرم سعی کنم شما نظر بدین که ما چی رقم کار را انجام دیدم. خوب انجام دیدم، ندیدم، خوب کار کردم، بد کار کردم. دوستای این سالون چه پرداش پیش میدید کم طریق معلوم میشه. نظر بدین که چی رقم کار کردم دیگه. یعنی دروازه این ریشی بهش نشون بدیم که نظر بدین که چه رقم گلاسینگ هم زیر انجام دیدم. دوستا بشت که ما بایم از اون طرف نشون بدیم که چه رقم بود. دوستا این دروازه کشونیم، یعنی از اول که بود دنیایش سیاه بود. بچه سیاه میگه که مقصد خلاصه رنگش طریق بود، یعنی کلیگیش رنگش طریق بود دیگه. ما اینی را خلاص کردم، گلاسینگ کردم. دفعه اولم بود که گلاسینگ میکردم دیگه. پینترها که ما سایل ما تعریف نمیده خوب گلاسینگ کده، چون دفعه اول ما مسته دیگه. فریمان را دور فریمان را کلیگیش گلاسینگ کردم دفعه اول من بود. لیکن خود من از کار راضیم. یک چند نفر دیگه هم که سایل کردم خوب گلاسینگ کده، چون دفعه اول تمسته دیگه. خود من خوش میده دوستا. خوب شد تجربی خوب شد اخشون گلاسینگ کردم دیگه. گلاسینگ که باید بود باشه نام شما رو من دیگه. یعنی دروازه را بشت زیاد طریق ما داخل پردای زیر سخت کده، چون خانه خالی همی که کار داخل خلاص شد. پردار سخت کده که خانه خالی معلوم نشنه. امروز خاطر کم طریق شده. اگر نمید خوب شید تمیز خانه ده دوستا. خود تعریف کنم. یعنی دورار که میگرنین دوستا کلیگیش خودم گلاسینگ شدم. من فریمایش هم دور را کلیگیش تمام دیگه. همین خانه فقط جل و بل مونه دیگه دوستا. یعنی دیگه اتاق شاینه تکمیل شده بخیر. قد خیرش باشد. خدای عزت الله جان رو خوب کنه. انت دوستا کشته از بست خوبش گلاسینگ کدم رویم دمینش معلوم بشه جل دیگه. یعنی راشی دور قدر داشت دوستا. وقت گیر بود لیکن قدر خوبشم ده خیره. یعنی میارش سیل کن دوستا یک نظر بیدین چرکم گلاسینگ کدم کسایی که پینتر است. دروازه قدره دیگه دوستا دیگه. از کار داخل که ما زوال قبل زدیم دیگه کلیگیش خلاص شده. تچب و نمفام گلاسینگ و کابینت ها و کلی جایش خلاص شده. پشت بام خلاص شده، دروازه خلاص شده، اینشی دروازه اینشی اینساید کلیگیش خلاص شده دیگه. چیزی که از نو گبزده فقط یعنی فلورایه، یعنی باترومش فلورشی کلر میشه، رنگ میشه، پینک میشه، کلر میشه، پینک میشه. خیلی دیگه نویاتی دیگه. توالت شی، لاندری شی، پیش خانه شی یاش کس رنگ میشه دیگه. از دیگه کاراشی کاملا خلاص شد دیگه. امروز بخیر قد خیر شد. از خاطر دیل مکم تر جمع شد دوستا. کار که ده پوش دادمه یعنی تر آدم استرس داره، چون یک کار نیه. عزت الله جانم دیگه که خدا جان نگاه کنه. بازم شکر الحمدلله که حال کم بهتره. شکر الحمدلله که دستایشی عمل ابرشن نمیشه. بازم خدا رو هزار شکر دیگه. این حالم بخیر قد خیر شی. استرس های میکم داره کمتر شد. یعنی کار نیم کاره بود ایرم بخیر دیگه خلاص کردم. قد خیر شی باشد. خدای جان جوری بیده. عزت الله جان خوب زود خوب کنه که دیگه دیل آدم خوب جمع شنه دیگه. نیم روز خوب شد دیگه. استرسیم کم شد دوستا. فقط یعنی هفته دیگه اول از خدا فرصت کنم. میمی قفای دیگر ششتم خوب ستره تمیز کردم. آماده اشتم
باید یک دو روز بمونه که خشک شه. باز پنج زیارم خلاص کنم دیگه کلیر تبدیل میدیم بخیره. یعنی حالی موریده برو که ما برم کار خلاص کنم دوستان. این دندغر کار افتاد میچشت خوب ترموزی چای چیزم گه اینا اونم جرا بیرون رو دوستا ترک دو تا گفتم یک ترم شه. ما یک ویدیو بگیرم امروز دیگه این المایر ترک دم خوب ترش نه شستشون زبط بخیر کار تعطیل نم باز دیگه. عزیزی ها چی خدا قبول کنه خطرم شه. نه دوستا رو باید زمان کلیم ریخ رینی من فیت منم مچم سیه فیت مشه نمشه. نه نال برم دیگه امیر خلاص کنم و برم خانه که من دمشتم بخیر دیگه.
دوستان ما اینجا ششتم باز توالет آمون قاب شکسته رنگینی ترتمیز کردم ما ریال چسب لزوم که دیگه کس مونه ماشی هم نرفتم اینجا که دوباره کار دوباره نشد کار از من کم داره این توالت شنیزم دور دروازه شنیدم که این اینجا لاندریشه این دروازه زیزی طرف مازم شخ کلفای زیر کنده دوستا بازم سایب شده باید باز نشه مفهومه که این مرکزه کم اساسه جان ما یاد دیدد که نیر خوب شد پترم سما بین از مواد چی بیلم که خوش نشد ششتا اینچ بلد ندارم
خب از زایدی تشکر از اینکه تا ایدم مور بیننده بودین. دیگه کارای من جمع شد بخیر. موترم روشن کردم اشتم دیگه که برم دروازه رو قلف کنم و خیره برم دیگه خاطرم جمع دیگه تا ایده بعد خدایا رو نگهدار شیم.